دقیقاً برنامه‌ریزی مناسب خیلی میتونه اهداف ما رو پررنگ‌تر بکنه و رسیدن بهش رو راحت‌تر. اما سوال مسابقه امروز اینه که کدام عامل باعث افزایش تمرکز ما هنگام مطالعه میشه؟ گزینه 1 یادداشت برداری، گزینه 2 مطالعه پیوسته و گزینه 3 محیط مطالعه. پاسخ صحیح خودتون رو میتونین به گروه دانش شبکه 4 سیما 30044 پیامک بزنین. 3 4 تا 0 44. این سوال زیرنویس هم میشه. میتونین پیامی که شما انتخاب کردین رو به سامانه ما پیامک بزنین. آقای مهندس در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. از 12 گام مطالعه گفتیم، 12 گامی که اساتید به ما آموختند و ما استفاده کردیم، به لطف خداوند نتیجه گرفتیم در درس خواندن، در مقاطع مختلف، حتی در مقاطع تحصیلات تکوینی که من همین 12 گامو یادم آمد که وقتی که اجرا کردم به رتبه به لطف خداوند 1 رسیدم. خب 12 گام در همه زمینه‌های مطالعه کاربرد داره. پس گام اولش آماده سازی روحی روانی و گام دومش بازیابی انرژیشون. زمان نداریم، من تیتروار بگم، فرمودید که زمان نیست. و گام سومش پیشخوانی. امروزه روش‌های مطالعاتی دنیا بیشمارن، PQRSTC، PQ5RTR و با پی یا پریویو شروع میشه. پیشخوانی، گرم کردن ذهن برای مطالعه. سرفصل‌ها رو نگاه کن، نمودارها و عکس‌ها رو در چند دقیقه اول نگاه کن، بعد مطالعه فصل رو آغاز کن. مثل یک مقاله علمی که برای مقالات علمی اگر دقت کنید ابتدای کار مقدمه‌ای و چکیده است و کلیدواژه‌ای است که مطالعه می‌کنی و می‌فهمی مقاله چیست. اما خیلی‌ها دوست دارن 12 گام بدونن. این 12 گام به صورت رایگان در اختیار بینندگان قرار خواهد گرفت. چون من دیدم خیلی از 12 گام کلاس‌های گران قیمت می‌ذارن. نه، 12 گامی که ما خودمون یاد گرفتیم و آرزوی خودمون اون زمان بحث کنکور بود، می‌خواستیم دانشگاه تهران قبول بشیم، استفاده کردیم، رسیدیم. یه رتبه تک رقمی من این آموزش داد و بعد در مقاطع مختلف و دیگرانی که استفاده کردن در همه زمینه‌ها مطالعه می‌خوان 12 گام یاد بگیرن. رایگان میتونن کلمه 12 گامو ارسال کنن به سامانه که شما فرمودید 30044. یعنی کلمه 12 گامو که ارسال کنن، آدرس سایتایی که این 12 گامو توضیح داده و مطالبی در مورد 12 گام وجود داره رو میتونن بگیرن و برن رایگان دانلود کنن. پس کلمه 12 گام ارسال کنن به سامانه برنامه که 30044. بحث دومش بازیابی انرژی خیلی مهمه، چرا که یه موقعی ما از مطالعه فلان درس ناراحتیم و احساس خوبی نداریم، یه بازیابی یا خسته ایم، علاوه جسمی خسته ایم، علاوه روحی خسته ایم. اینه که در برنامه‌ریزی اونایی که بهترینن همیشه میگن وقتی تو برنامه ریاضیه اما الان حوصله ریاضی نداری، میتونی نخونیش، انعطاف بدی. و بعد پیشخوانی که گفتم و بعد learn how to learn، یاد بگیریم که چگونه یاد بگیریم. هر موضوعی و هر مبحثی روش مطالعه خاص خوش داره. در عربی روش خاص مطالعه وجود داره، در فیزیک، در ریاضیات، در مثلا بیولوژی. یکی از شاگردان ما در مقطع پزشکی میخونه، در بیولوژی مشکل داشت. وقتی روشو گفتیم اومد همین عزیز نمره کامل گرفت. و پنجمین گام حرکت دست یا تکمیل نویسی در نگاه مطالعه است و این در اسلام بوده. حاشیه نویسی کتاب‌ها رو ببینید. امروز در دنیا میگن بهترین روش مطالعه حاشیه نویسی است. یعنی خیلی میگن خلاصه نویسی میکنن، میخواد 10 صفحه رو از یک کتاب خلاصه کنه، 10 صفحه تعبیر من میده، فایده ای نداره. اما طرف بهترین رو کسب کرده، رتبه 1 شده، بهش میگم چند صفحه خلاصه کردم، میگه یک صفحه هم خلاصه نکردم، تکمیل نویسی کردم، حاشیه نویسی کردم، علامت گذاری. اینا تکنیک‌های خاصه خوش‌تر. 12 گام وقت نمیشه من بگم، اما در پایان بگم که گام اول رو جدی بگیرید عزیزان، که آن روز تو را آفرید، آن روز که خداوند تو را آفرید فرمود و نفخت فیه من روحی، از روح خود در او دمیدم. تو از روح منی، تو اشرف مخلوقاتی، تو بهترینی، باور کن خودتو و ادعونی استجب لکم. آن روز که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش خود گفت صورت آفرین آفرین. هرگز نیافریده از چنین صورت آفرین، بر صورت آفرین و چنین صورت آفرین. و حتما تلقین ها رو صبح وقتی از خواب بلند میشن داشته باشن که تلقین کنن. هر روز که میگذرد بهتر و بهتر خواهم شد، هر روز که میگذرد بهتر و بهتر خواهم شد. مثلا در حالت خوابی داری که اون حالت آلفاست، علاوه علمی بعد خودمون در صحبت میکنیم. اون حالت فرکانس بین 8 تا 12 13، فرکانس امواج مغزی، تلقین پذیری فوق العاده بیشتره، اثر پذیری فوق العاده است. بعد اون حالت عزیزان همین فردا صبح، حتی امشب قبل از خواب بین خوابی داری اگر بتونن تلقین کنن که به لطف خداوند هر روز که میگذرد
بهتر و بهتر خواهم شد. اینو روانشناسا میگن، ولی قصهشو که 1400 سال پیش شنیدید که از مولا علی پرسیدن در این مورد بیان کن و ایشون گفت اگر امروز کسی برابر دیروزش باشه مغبون است، ضرر کرده است. پس چه بهتر که انسان هر روز بهتر از دیروز باشه و اگر امروزت بدتر از دیروزت باشه ملعون. پس از فردا صبح این تکنیکو بچه‌ها و عزیزان و کسانی که دنبال مطالعه هستن اقدام کنن. حالا مثلا بهتر و بهتر خواهیم شد از هر لحاظ یه تلقین کلیه. مثلا میتونه بگه از 21 روز مثلا تلقین کنه صبح‌ها، هر روز که میگذره به فیزیک علاقه بیشتری پیدا میکنن. البته فقط بعد یه درس رو بدن و اگه از جمله مثبت استفاده کنن. اینو خودش تکنیکای در تلقین. هر روز که میگذره به فیزیک عشق بیشتری پیدا میکنن. فیزیک برای من آسان‌تر و آسان‌تر میشود. لذتم از فیزیک بیشتر و بیشتر. یا هر موضوعی، هر مطالعه‌ای که مد نظرشونه. بسیار خیلی ممنونم آقای مهندس. ان شاءالله بتونیم از حضورتون توی برنامه‌های بعدی تمام مطالعه هم استفاده کنیم. و بینندگان عزیز، همراهان صمیمی تمام مطالعه، سوال امروز که زیرنویس شد دیدید. سوال امروز این بود که کدام یک از عوامل باعث افزایش تمرکز و لذت یادگیری ما میشه؟ گزینه 1 یادداشت برداری، گزینه 2 مطالعه پیوسته و گزینه 3 محیط مناسب. پاسخ خودتون رو میتونین به 30044 پیامک بزنین. البته 12 گام طلایی و علمی برای مطالعه خودتون رو هم میتونین به صورت رایگان از برنامه تمام مطالعه دریافت بکنید. به 30044 گروه دانش شبکه 4 سیما میتونین پیامک بزنین. 12 گامو و این روش‌های علمی رو در اختیار داشته باشین و هدف اینه که تمام مطالعاتون شیرین‌تر بشه. ممنونم که امروز هم ما رو تماشا کردین. ان شاءالله بتونیم این افتخار رو داشته باشیم در روزهای آینده هم با شما همراه باشیم. خدا نگهدار. یا علی.